سلام و درود. خوش اومدیم به ویدیوی امروز. برای اینکه پینگ ثابت داشته باشین داخل گیم مدرسه تنظیمات سیم کارت ها و شبکه‌های تلفن همراه انتخاب کنین. اگه سیم یک این رو سیم یک بزنین، اگه سیم دو این رو سیم دو. از سیم یک هم رو سیم یک زدم. بعد نام‌های نقاط دسترسی رو انتخاب کنین. اینجا باید یک گزینه خودتون اضافه کنید. میزنید نام نقاط دسترسی جدید، نامشو میزنید اینترنت، بعدش همین میزنید. سیوش میکنید، میبینید گوشیتون خاموش روشن کنید. بعدش برید داخل گیم. به همین راحتی پینگ ثابت 50 تا 55 میگیرید. خدا نگهدار.